قیچی شارژی باغبانی مدل 8728 ابزاری قدرتمند و خوش‌دست برای هرس و برش شاخه‌ها تا قطر 28 میلیمتر، مجهز به موتور براشلس با توان 400 وات. این دستگاه عملکردی سریع، دقیق و با دوام رو برای شما فراهم می‌کنه. با داشتن 2 باتری لیتیومی 2 آمپر ساعت با ولتاژ 16.8 ولت میتونید تا بیش از 2600 برش روی شاخه‌هایی با قطر 2 سانتی متر داشته باشید. اون هم فقط با یک بار شارژ. تیغه دستگاه از جنس فولاد اسکا 5 ساخته شده و قابلیت تعویض داره. طراحی مهندسی شده و ارگونومیک با وزن کم و بدنه جمع و جور باعث شده در طول کار کنترل کامل روی دستگاه داشته باشید. برای روشن کردن دستگاه دکمه پاور رو فشار بدید. بعد از روشن شدن دستگاه به صورت خودکار وارد حالت ایمنی میشه. برای شروع به کار و خروج از حالت ایمنی فقط کافیه ماشه رو 2 بار فشار بدید. این قیچی 2 حالت برش، ظرفیت برشی 15 و 28 میلیمتر. برای تغییر ظرفیت برش کافیه ماشه رو چند ثانیه نگه دارید. با شنیدن بوق حالت 15 میلیمتری فعال میشه و اگه دوباره همین کار رو انجام بدید به حالت 28 میلیمتری برمیگرده. این قیچی شارژی مجهز به سیستم محافظت از انگشت هم هست. برای فعالسازی این قابلیت ایمنی ابتدا ماشه را نگه دارید و سپس توسط دکمه پاور دستگاه رو روشن کنید. برای کاهش مصرف باتری و افزایش ایمنی اگه دستگاه 1 دقیقه استفاده نشه به صورت خودکار خاموش میشه و برای اطمینان بیشتر از عملکرد بهینه این مدل به سیستم محافظت جریانی و گرمایی برای موتور مجهز شده. در بسته‌بندی این محصول علاوه بر خود قیچی 2 باتری، شارژر، بطری روغن، سنگ نفت، آچار آلم، آچار معمولی و کیف مقاوم BMC هم قرار داره تا همه چیز برای شروع کار آماده باشه.